سلام خدمت شما به اولین ویدیو چنل یوتیوب ما خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که با هم آموزش کار با ماد ترینر GTA سن آندرس رو بهتون بدم. پس بریم سراغ ویدیو. اول از همه با گیم پلی شروع میکنیم. شما برای اینکه بتونید این ترینر رو بالا بیارید باید بالای صفحه و این گوشه صفحه رو همزمان لمس کنید تا ترینر براتون باز بشه. اگر میخواین ترینر رو به سمت پایین بیارید باید پایین صفحتون رو بزنید و اگر میخواید به بالا ببریدش که بالای صفحه رو کلیک میکنید. برای انتخابش هم که سمت راست رو میزنید و باز میکنیدش. خب بخش اول یعنی پلیر توش یه سری قابلیت ها داره که میتونیم مثلا به سیجی اضافه کنیم، مثلا جونش رو بی‌نهایت کنیم یا آمادگی جسمانیش رو بی‌نهایت کنیم یا حتی مثلا سیجی رو عضله‌ای کنیم یا چاق یا حتی مثلا لاغر باشه و خب از این چیزها. گزینه آخرش هم که خب یه پولی رو به پولای سیجی اضافه میکنه. قسمت بعد یعنی ویکل. گزینه اولش ویکل اسپانه که شما هرچی ماشین و هر وسیله نقلیه تو بازی باشه رو میتونید اسپان کنید. گزینه آخرم که انتر ان ریپلیس هستش. با استفاده از این گزینه مثلا میتونید ماشین رو با موتور عوض بکنید برای مثال. و گزینه‌های دیگه هم مثلا باعث میشه که ماشینتون با این گزینه مثلا پرواز کنه یا حتی ماشینتون هیدرولیک دار باشه، نیترو بهش وصل کنید و از این قابلیت ها. بخش بعدی وانتد هسته که گزینه اولش نوشته آنتی وانتد. اگر این گزینه رو فعال بکنید دیگه هیچ پلیسی دنبالتون نمیاد. گزینه بعدی وانتد کلیر هسته که اگر این رو بزنید هر ستاره خلافی که دارید پاک میشه. این گزینه رو بزنید مکس وانتد میشید و با این گزینه هم که میتونید تعداد ستاره خلافیتون رو مثلا دستکاری بکنید. بخش بعدی نوشته ویپان و قسمت اول نوشته چوز ویپان. این رو که بزنید میتونید هر اسلحه‌ای که دلتون میخواد رو با تیر بی‌نهایت به سیجی بدید. این نوع ریلود هم که هیچ وقت تیرا اسلحه سیجی کم نمیشه و ریلود نمیکنه. این سه تا گزینه هم که مربوط به مهارت تیراندازی سیجی. میتونید مثلا هیتمن که یعنی بهترین سطح یا پور که مثلا بدترین سطح تیراندازی سیجی هست رو انتخاب کنید. ریمووال ویپن هم که بزنید همه اسلحه سیجی پاک میشه. بخش بعدی نوشته تلپورت که قسمت اول نوشته مارکر. شما اگر یک جای رو در مثلا مپ مارک کنید و بعد بیاید اینجا مارکر رو بزنید سیجی به همونجا تلپورت میشه. و این چهار تا گزینه هم که سیجی رو میتونید به شهرهای بازی تلپورت کنید. لیبرتی سیتی هم که خب یه قسمت از شهر لیبرتی سیتی که ساخته شده رو میبرید و با این گزینه اینتریور هم میتونید به یه سری مکانو که مثلا نمیتونیم بریم تلپورت بشیم. بخش بعدی میشن هسته که سه تا گزینه داره. گزینه اول میشن سلکتور هستش که با این گزینه میتونید هر مأموریتی که دوست دارید رو تو بازی پلی بدید. گزینه ویدیو گیمز هم که میتونید یه سری بازی‌های مثلا چطور بگم بازی کنسولی که تو بازی هسته رو بازی کنید. گزینه آخرم که اگر وسط مأموریتی باشید از مأموریت میارتتون بیرون. بخش بعدی ست تایم هستش. خب با استفاده از این بخش شما میتونید ساعت بازی رو دستکاری کنید و به ساعت دلخواه خودتون در بیارید. گزینه بعدی ست ویترز هستش که خب با استفاده از این گزینه میتونید هر آب و هوای دلخواه خودتون رو توی بازی بیارید. گزینه بیهیویر هم با استفاده از این گزینه خب مثلا یه سری چیت ها رو که تو بازی هسته میتونید فعال کنید. مثلا به سیجی جت پک بدید یا مثلا خب از این قابلیت ها داره دیگه این. یا مثلا میتونید یه سری مردم رو مثل گنگ گروه استریت استخدام کنید که مثلا داره اسلحه هستن. گزینه آخر هم کالرن تورتیال که خب میتونید رنگ ترینرتون رو با مثلا باش عوض کنید و اینجا گفته با چه دکمه‌های مخفی بازی مثلا میتونید چیت منو رو بالا بیارید. اگر دوست داشتید میتونید این بخش رو هم برید. حالا میریم سراغ آموزش نصبش. خب میریم برای آموزش نصب کردن این مود ترینر برای GTA سن آندرس که ما فایل این مود رو در چنل تلگراممون حتما براتون قرار میدیم که شما برید مود رو نصب کنید. وقتی نصبش کنید یه فایل خیلی وقتی دانلود کنید یه فایل خیلی کم حجمی رو براتون میاره که وقتی استخراجش کنید این دوتا فایل رو بهتون میده.
میزنید شما گوشه این دوتا فایل و روی یکیشون نگه میدارید، گزینه کپی رو میزنید و بعد میایید قسمت اندروید دیتا و بعد پوشه بازی GTA San Andreas رو پیدا میکنید، com.rockstargames.gta.sa میرید داخلش و همینجا این دکمه این کنار صفحه که عکس تخته نوشته روشه رو میزنید. چون من قبلا این کار رو انجام دادم دیگه این کار رو نمی کنم. و اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد ممنون میشم که حتما برای حمایت از ما لایک این ویدیو رو بزنید و چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید و روی آل بذارید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.